شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. برادران و خواهران، یگان نفر از مردم به کمبودی نیست. الله طبیعت انسان را چنان آفریده است که در آن کمبودی ها دیده می شود. ذات بی عیب و نقصان و ذات کامل تنها الله می باشد. بنابراین برادران و خواهران، زمانی که ما می دانیم که ما انسانیم، ما باید فهمیم که از نقص و کمبودی ها خالی نیستیم، چون الله گفته است ما این امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم، پس آنها از تحمل آن روی گردانیدند و از آن ترسیدند. انسان به ناتوانی خود آن امانت را به دوش گرفت که هر آینه او ستمکار و نادان بود. اگر الله ما را همچون ستمکار و نادان وصف کند، پس از این برمی آید که در ما کمبودی و نقص هست. زمانی که ما به کمبودی های دیگران نظر میکنیم، ما میدانیم که آن کمبودی ها در ما نیز هستند و ما باید با آنها چیکار کنیم. لازم نیست که ما کمبودی های مردم را جستجو کنیم، بهترش از آن خودمان را نظر کنیم و کوشش اصلاح کردن آنها را کنیم. زمانی که تو با انگشت اشاره به مردم نشان میدهی، سه انگشت دیگری تو باشند به خود تو نشان میدهند. کمبودی های تو به حد زیاد است، برای همین از آن مردم را جستجو مکن. با بدنام کردن دیگران مشغول مشو، بر اصلاح کردن خودت کار کن. اگر کمبودی مردم را دیدی، پس در حقشان دعا کن، حرکت کن تا به آنها با محبت مناسبت نمایی. بر اهل زمین رحم کنید و رحم میکند بر شما آن ذاتی که در بالای آسمان هاست. حذر کن از آنی که در زیر این حدیث پیامبر داخل شوی. کسی که کمبودی های مردم را جستجو میکند، الله کمبودی های خود او را نشان میدهد و او را رسوا میکند، حتی اگر او داخل خانه خودش هم باشد. از الله طلب آن را دارم که او وضع ما و وضع مردم را بهتر و خوبتر گرداند. و سلام و رحمت الله بر پیامبر.